امروز تخریب بینای سابق شهرداری دوشنبه و بینای وزارت کشاورزی تاجیکستان شروع شد. طبق برنامه گنپلان یا برنامه کل بازسازی شهر دوشنبه این بیناها فرسوده دانسته شده. مقامات بر این نظرند که آنها نمود ظاهری پایتخت را بی‌زیب میکنند. فعلا بینای شهرداری دوشنبه در بینای سابق ریاست جمهوری تاجیکستان واقع شده است. وزارت کشاورزی باشد به بینای وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان کوچانده شد. در پس این بنا منزل ساکنان عادی شهر دوشنبه نیز واقع است و طبق برنامه آنها نیز ویران کرده می شوند. به جای این دو بنا در این محله مجمع پارلمانی تاجیکستان با کمک مالی یکی از کشورهای عربی ساخته می شود. اسکندر فیروز، فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر دوشنبه.